از هر دستی بدی دست و پا پس میگیری. یک قانونی توی فیزیک وجود داره که میگه شما وقتی انرژی مثبت یا منفی داشته باشید که در 17 ثانیه با فرکانسی خاص ارتعاش کنید، انرژی های مانند خودش رو جذب میکنه. پس اگر من یک فکر مثبت یا منفی داشته باشم، انرژی همیشه مانند خودش رو جذب میکنه و افکاری رو جذب میکنم که مانند همون فکرم. بنابراین اگر این کار رو 3 تا 17 ثانیه به مدت 68 ثانیه انجام بدم، جذب شروع میشه. پس باید بدونم که تمام احساسات من فرکانسی دارند. بنابراین اگر من در ناامیدی، خشم و نگرانی باشم، همه اینها فرکانس های پایینن. شما باید در فرکانس های شادی و عشق سپاسگزاری کنید، چون در فرکانس های بالایی هستید. پس بیایید بگیم من از زندگیم رضایت دارم و من همیشه به این فکر میکنم جایی که زندگی میکنم رو دوست دارم. مثلا من در بزرگراه رانندگی میکنم و ناگهان یک ماشین به جلوی من میپیچه و من عصبانی میشم و خب حالا فرکانس من پایین اومده. بعد به دفترم میرم و برای همکارام میگم که میدونید چی شده و شروع میکنم به تعریف کردن که یه احمق جلوی من رو گرفت. الان دارم چیکار میکنم؟ در حال ارتعاش انرژی خشمم. پس من اون ارتعاش رو دارم به دنیای خودم جذب میکنم. پس افکار من سازنده جهان منم. مراقب تمام صحبت ها و افکارتون باشید.